در عرفه جشن بزرگ ملی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، مردم سربلند و آبادکار ناحیه فیض‌آباد طبق دستور و سپارش‌های راهبریت عالی مملکت و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه فیض‌آباد مرحله دوم منفرش‌کنی راه‌های دهاتی جماعت دهاتی به نام دوستمراد علیف آغاز گردید. در این تدبیر مهم و سریوقتی اشتراک داشتند رئیس ناحیه فیض‌آباد محترم خالزاده بابیشان ارزولا و دیگر شخصان رسمی ناحیه. رئیس ناحیه فیض‌آباد ابراز داشتند که کارهای سازندگی و آبادکاری در دیگر جماعت و شهرک ناحیه با مرام ادامه دارد. ما سامانکن محله چخرک خرسندیم که این روز با دستگیری حکومت بین محله ما را منشر کردن در شرف استقلالیت منتداری خود بیان میکنیم. در این اقدام نیک زیاده از 20 تکنیکه از حساب محله و مؤسسه دولتی نگاهداری راه‌های ناحیه بهر صفتاً اجرا نمودن کار جلب شدند. امروز یعنی ما در یک فضای آزاد یعنی زندگی کرده شدیم. شکرانه استقلالیت، شکرانه جناب عالی که امروز ما با تحت راهبری خود جناب عالی، تحت راهبری رئیس ناحیه، تحت راهبری خود جماعت امروز ما اقدام گرفتیم که دهه چخرک ده یعنی با مبلغ گذاری خود محله یعنی راهی بین دهه خود را منفرش کرده شدیم. شکرانه استقلالیت، شکرانه وحدت را میکنیم که امروز مرحله دومی منفرش‌کنی در دهه چخرک آغاز یافت. برای عملی گردیدن کارهای آبادانی سازندگی و سیاست خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان امروز کارهای آبادانی در جماعت دهاتی نام برده با مرام ادامه دارد. باعث مخص با توسط دستگیری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ناحیه خصوصا بخصوص رئیس ناحیه محترم خالزاده بابیشان تصمیم گرفتیم که امروز دهه‌های حدود جماعت برای مرکزی جماعت پورا منفرش گردد. سال 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان بهترین دستاورد میباشد. شنیدم که همچنین در دهه تصمیم دارند که چراغان‌کنی را برگزارند، سیستم آبیاری را بهتر گردانند. همه این در مجموع یک عامل می شود که ما امروز وطن خود را، دیار خود را، دهه خود را در همقدم به جهان پیشرفته امروزه هماهنگ سازیم.